سال 2017 برای من سال فراموش نشونده می باشد که در چندین مسابقه‌های جمهوریوی و بین المللی اشتراک نمودم، از جمله در مسابقه چمپیونات آسیا در شهر تاشکند جمهوری ازبکستان، در بازی‌های آسیوی که در شهر اشخاباد جمهوری ترکمنستان، در چمپیونات جهان سال 2017 در شهر سوچی فدراسیون روسیه برگزار گردید. در این مسابقه توانستم سزاوار جای اول گردم. این سال برای من یک سال فراموش نشونده و سال بهترین میباشد. کوشش می‌نمایم که در آینده باز پرچم جمهوری تاجیکستان را در عرصه بین المللی بلند برداریم. سال جوانان که جمع میشد، برای همین همسالاتون برای جوانان چی گفتنی هستید؟ مثلا من برای جوانان و تمام ورزشکاران جمهوری تاجیکستان در سال 2018 بردباری خواهانم.